به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. از ابو هریره الله از وی راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آن که به الله و روز آخرت ایمان دارد باید سخن خیر گوید یا خاموش باشد. از ابو موسی الله از وی راضی باد روایت شده که گفتم یا رسول الله، کدام مسلمان بهتر است؟ فرمود: آن که مسلمانان از دست و زبان او امین بمانند یا در امن باشند. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستورالعمل انسان، هر یکی شما رو خوش آمدید میگویم به پخش زنده ما در شبکه قرآن دستورالعمل انسان. واقعا دیروز ما خواستیم و حتی برنامه را آماده کرده بودیم، اما با بعضی سبب‌های تکنیکی نتوانستیم که افیر برایم. امروز الحمدلله بعضی کمبودی های ما برطرف شد و ما و شما این لحظه آماده هستیم که برنامه دانش و سنجش را یک جای آغاز کنیم. و چنانکه که البته شما از نامی برنامه ما، نامی موضوع البته دریافتید، امروز موضوع ما درباره اندیشه درست یا تفکر است و این لحظه ها انشاءالله ما البته آغاز میکنیم و هر یکی شما میتوانید داخل شوید. مرحمت 699 99 02 این است گیم پین ما. داخل به برنامه شوید. قسمت اول از 8 سوال عبارت است و قسمت دیگری برنامه ما از 7 سوال عبارت است و در واقعا تماشابینان عزیز به نهایت سوال های عادی و آسان را امروز انتخاب کردیم تا که ما و شما توانیم تفکر کنیم، اندیشه کنیم در آن چیزی که الله سبحانه و تعالی آفریده است. از این خاطر موضوع ما درباره شناخت یا اینکه درباره دانستنی آن که برای ما و شما جان داده است یا آفریده است. و در واقع به نهایت وقتی که انسان ترجمه معنای قرآن را میخواند، بارها من تکرار کردم، بارها من در برنامه های گذشته نیز گفته گذاشته بودم که واقعا هرچند که ما با زبان عربی، اکثریت از ما با زبان عربی نمیفهمیم و اون رو با زبان مادری و زبان تاجیکی ترجمه اش را میخوانیم و ترجمه مثل زبانی عربی شده نمیتواند، ولی انسان حتی در همین ترجمه معنا نیز تفکر میکند و چگونه ما استفاده میکنیم، آیا درک میکنیم یا نه، آیا ما عمل میکنیم با گفته های الله سبحانه و تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم یا نه. این از وابستگی به تفکر و درکی هر یک نفر است. از این خاطر امیدوارم و دعا میکنیم از الله سبحانه و تعالی که صاحبی تفکر باشیم.
مرحمت داخل شوید. 699 99 02 این است گیم پین برای بازی و شما روی اکران میبینید. تشکر برای دستگیریتان. آنهایی که میخواهند که برنامه ما را دیگر نفران دوستان شما نیز تماشا کنند، مرحمت به دیگران نیز روان کنید تا که دیگران نیز داخل شوند. الحمدلله این لحظه چند نفر آنهایی که دائمی تماشا میکنند آنها با ما هستند و خود این لحظه من نیز پدیدیت میکنم تا که بعضی از شناسهای ما بیخبر نمانند، آنهایی که ما دوست می‌داریم بیخبر نمانند. و خب تشکر زیاد برای آنهایی که این لحظه احوال پرسی کردند. الله نگهبانتان باشد. خب رقم های تلفنی شبکه قرآن دستور عمل انسان و زمانی دانستن دیگر است و اگر اهمیت دهید در زیر نوارها هست عین حال، چون پیشتر یک رقم دیگر داشتیم آن ایوش شده است و امروز ها زیر رقم نوارها در زیر نوارها رقم های تلفنی ما هست. میتوانید آنجا نوشته های خودتان را به ما فرستید انشاءالله. خیلی خوب و بیایید میبینم 14 نفر تقریبا هستند آنهایی که در داخل برنامه. ما قسمت اول را خودی حاضر آغاز میکنیم و انشاءالله در قسمت دوم باز دیگران را انتظار خواهیم شد انشاءالله. اگر شما آماده باشید ما آماده هستیم و بیایید قسمت اولی برنامه را آغاز کنیم. خوش آمدید هر یکی شما، خوش آمدید به برنامه ما. سوال اول: آیا قرآن از دیگرگونی ها حفظ شده است؟ بله. وریانت دیگر حفظ نشده است. در دوره عثمان رضی الله عنه دیگر شد. به ما معلوم نیست کدامش جواب درست است. آیا قرآن از دیگرگونی ها حفظ شده است؟ جواب های شما. وریانت ها در پایان هست. آیا قرآن کریم از دیگرگونی ها حفظ شده است؟ بله، 12 نفر جواب درست گفتند. بله، حفظ شده است. دلیل به این سوره هجر آیت 9. بیایید میخونیم دلیل را. همانا ما قرآن را به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نازل، یعنی به پیامبر خود نازل کرده ایم و قطعاً خود نگهبانش هستیم که در آن چیز نه کم کرده می شود و نه زیاد. این از تفسیری طبری بود. در ترجمه معنا چنین آمده است: ما قرآن را خود نازل کرده ایم و خود نگهبانش هستیم. یعنی الله سبحانه و تعالی می گوید. و بیایید میبینیم کیها به پیش برآمدند. اینجا یک تماشابین ما، خب نصرالدین رفاعت عمر جابر افشاد بیگ و فاطمه گل، آنهایی که در جایهای نمایان هستید، من شما را تبریک میکنم. ماشاءالله. خیلی خوب. تماشابین ما خیلی خوب، تشکر. و خب سوال دو میگذاریم به سوال دو. این درخت از کجا پیدا شد؟ درختی که در صورت میبینید از آسمان غلطید، خود به خود پیدا شد، از نهال برآمد یا اینکه از خطای آمد؟ همین درختی که شما در نوار میبینید از کجا پیدا شد؟ جواب های شما. و هر کسی که میخواهید اشتراک کردن نتوانستید، مرحمت نوشته کنید. انتی منافق، جوابتان درست ماشاءالله. در چت نوشته کنید، چت را نیز من نظارت دارم. همین درخت از کجا پیدا شد؟ 9 نفر جواب درست گفتند. از نهال برآمد، یعنی درخت از نهال برآمد.
ما گفتیم درباره اندیشه، درباره تفکر امروز با شما صحبت میکنیم. واقعا درخت از کجا پیدا می شود؟ درخت از نهال می روید. و همین جوابی درست بود. 3 نفر گفتند که از آسمان غلطید و 3 نفر دیگر گفتند که خود به خود پیدا شد. اما واقعا اگر نگاه کنیم درخت از کجا پیدا می شود؟ از نهال. بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدند. نصرالدین، معرفت حیات، ابراهیم، عبدو و فاطمه گل آنهایی که در جایهای نمایان هستید و همچنین موحد نیست 4 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. و سوال 3، نهال از کجا پیدا شد؟ انا همین نهالی که شما میبینید از کجا پیدا شد؟ از زمین بدون تخم، از آسمان، از بحر و یا از تخمی؟ همین نهالی که شما میبینید روی اکران از کجا پیدا شد؟ وریانت از زمین بدون تخم، از آسمان، از بحر و یا از تخمی؟ انتی منافق جوابتان درست است. ماشاءالله. فردوس ام جوابتان درست. و 11 نفر نیز جوابی درست گفتند. بله، نهال از تخمی پیدا شد و از نهال درخت پیدا شد. البته این برای آنهایی که تفکر میکنند و میدونند، هم به چشم میبینیم و هم به عقل در میابیم. چون این است. خب 5 نفر گفتند که از زمین بدون تخم. و خب بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدند. نصرالدین، ابراهیم، فاطمه گل، عبدو، امیرشاه میرزایف، آنهایی که در جاهای خوب هستید و همچنین ابراهیم نیز پی هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. سوال 4، اولین تخمی خود از خود پیدا شد. سوال: از مرغ، از تخم ماهی آفریدگاری باید باشد؟ انلا از مرس آورد. کدامش درست است؟ اولین تخمی خود به خود پیدا شد، خود از خود پیدا شد. سوال: نه از مرغ یا از تخم ماهی آفریدگاری باید باشد؟ انلا از مرس آورد. کدامش درست است؟ خیلی خوب. و 16 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. بله، آفریدگاری باید باشد. که تخم از کجا پیدا شد؟ یعنی آفریدگاری باید باشد که تخمی را پیدا کرد. یعنی باری دیگر تکرار میکنم، امروز موضوع ما درباره تفکر، درباره اندیشه. ما باید اندیشه کنیم. و سوال اولی ما درخت بود. درخت از کجا پیدا شد؟ درخت گفتیم از نهال. نهال از کجا پیدا شد؟ نهال از تخم. و تخمی از کجا پیدا شد؟ باید آفریدگاری باشد که اولین تخمی را آفریده باشد. تفکر کنید. این برای اندیشه کردن برای ما. و خب تماشابین عزیز، میبینیم که ها به پیش برآمدند. نصرالدین، ابراهیم، عبدو، فاطمه گل و موحد، آنهایی که در جاهای بالا هستند، همچنین امیرشاه میرزایف پی هم به 4 سوال ما جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. کیست که قادر است از هیچ چیز بسازد؟ ساختمانچی، مهندس، یگانه الله، امامان مذهب ها. کیست که قادر است از هیچ چیز بسازد؟ بله، علی جوابتان درست. انتی منافق جوابتان درست. نسرین بیگ، اکرم جانوف، بله درست. همه جوابی درست گفتند. الحمدلله. بله، کیست که قادر است که از هیچ چیز بسازد؟ الله سبحانه و تعالی. تخمی را پیدا کرد، بعد از تخمی نهال روید، از نهال درخت. و این از حقیقت باید اندیشه کنیم. آیت های قرآن است.
اگر خطا نکنم، نمیدونم در سوالهای پیش من استفاده کرده باشم یا نه، از سوره رقم 88 بود اگر خطا نکنم. اونجا معنایش چون این است که درباره پرنده که پرواز میکند، بال میکشاید و بال میزند، ناندیشیده ای کی پرنده رو در آسمان نگاه میدارد بجز الله سبحانه و تعالی. و بیاید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند. نصرالدین، ابراهیم، فاطمه گل، عبدو، موحد، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را تبریک میکنم. و سوال 6: الله تعالی را چه خیل میشناسند؟ مسلمان تولد میشوند تا نبینند نمیشناسند، با عقل میشناسند، از دهانی بیبی هم شناختم. کدامش درست است؟ الله سبحانه و تعالی را چه خیل میشناسند؟ سوال. جواب های شما. وریانت ها در پایان. علی جوابتان درست است. احمد دولت زاده بله درست است. احمد جان درست است. جوابتان مبارک شو بله درست است. بله، الله سبحانه و تعالی را به عقل میشناسند. برای همین در بعضی چیزها مشابهی عزیز ما و شما چون که نوکک سوال دادیم و به سوال خودمون جواب گفتیم، بعضی چیز را با احساس کردن، با دیدن، با نمیدونم تا نبیند نمیشناسد انسان. یعنی که اگر برای ما و شما همین درخت را تا نشان ندهند ما نمیگوییم که درخت از نهال پیدا شده است. یعنی که بعضی چیزها را ما میدونیم که قطعا ما میدونیم که مثلا همین فلشکه اگر که گفتیم این را خیتای ها ساختند و با نرخ ارزان میفروشند. میدونیم که خیتای ها ساختند، قطعا میدونیم. اما الله سبحانه و تعالی را آنهایی که ایمان آوردند با عقل میشناسند. بیاید من زیادتر نمیگویم چون شاید بعضی سوال های دیگری ما مربوط باشد و من مبادا جواب نگویم به بعضی سوال ها. و خب بیاید میبینیم که ها به پیش برآمدند. نصرالدین، ابراهیم، فاطمه گل، عبدو و موحد، آنهایی که در جاهای بالا هستید و عبدو هم به 6 سوال ما جوابی درست گفتند. سوال 7: در کدام سوره الله با نشانه هایش به عقل انسان مراجعت میکند؟ سبحان الله. الغاشیه، سوره هود، مائده و یا چنین نیست. در کدام سوره الله سبحانه و تعالی با نشانه هایش به عقل انسان مراجعت میکند؟ جواب های درستی شما را من انتظار هستم. بله، یکم مشکل تر بود همین سوال، اما فایده دارد انشاءالله. میبینم که 8 نفر جوابی درست گفتند. بله، سوره الغاشیه از آیات های 17 تا 20 در همین سوره الله سبحانه و تعالی به عقل انسان مراجعت میکند و میگوید، عیناً میخونیم تا خطا نشود معنایش را، ترجمه معنا را. آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ یعنی اینجا مراجعت اصلا به کافران، موافقی گفته اکثری علما. آیا کافران به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ در سوره غاشیه 17 آمده است دوامش. و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برداشته شده است؟ در دوامش چگونه آمده است؟ و به کوه ها نمی نگرند که چگونه برقرار گردیدند؟ و یا در ترجمه دیگر آمده است و به کوه ها که چگونه بلند کشیده شده. تفکر میکنیم و تفکر کنید چون در واقع فایده دارد برای ما و شما. 8 نفر جوابی درست گفتند، ماشاءالله.
واقعا مشکل بود، اما 8 نفر جوابهایتان درست بود. ابراهیم، عبدو، جابیرов شادیبک، عمر و نصرالدین، آنهایی که در جاهای خوب هستید، خیلی خوب. و به سوال 8 میگذاریم. آیا انسان مجبوری مؤمن می شود؟ بله، نه البته. پیامبر صلی الله علیه و سلام خواهد بد می شود، باید مجبور نمایی. کدامش درست است؟ آیا انسان مجبوری مؤمن می شود؟ علی جوابتان درست. سفر علی جان جوابتان درست. انتی منافق جوابتان درست. عالم جان، محمد جانوف، بله جوابتان درست. و 14 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. بله، انسان مجبوری مؤمن نمی شود. هر کس باید که اول با عقل شناسد. چنانکه ما نوکه گفته گذاشتیم تماشابین عزیز. اولا با عقل باید الله سبحانه و تعالی را شناخت تا که مؤمن باشد. هیچ کس برای اسلام آوردن کسی را مجبور نکرده است و نمی کند. هر کس با خواست خودش. و پیش از آن که من ترجمه معنا را خوانم، سوره الغاشیه آیت 21 و 22، دیروز در مسجدی اون شهرکی ما وقتی نماز ظهر بود، بعد از نماز ظهر یک نفر برادر آمد گفت که یک نفر زنی سویدنی میخواهد اسلام قبول کند امروز بعد از نماز ظهر و البته حاضر هم شده است، یعنی که انتظار هست که اسلام بیاورد. زنی سویدنی در اروپا. و این گونه حالت ها قریب هر روز است. الله اکبر، هر روز. و ما و شما چنانکه در وریانت هایی که پیشتر من قبلا در برنامه گفته گذاشتم، در عائله های مسلمان تولد شده ایم، در دولتی که مسلمان نشین تولد شده ایم. اما آیا ما ارکان اسلام و ارکان ایمان را اجرا میکنیم؟ هر یک از ما و شما به خودمان سوال دهیم و بعد از این به نزدیکان خودمان سوال دهیم و بعد از این به خویش و تبار خودمان نگاه کنیم. در دولت مسلمان نشین تولد شدند، در عائله مسلمان به دنیا آمدند، اما اسلام آوردن مجبوری نیست و مؤمن بودن مجبوری نیست. گفتیم تا با عقل نشناسیم چگونه مؤمن میشویم؟ ما قبلا در برنامه های گذشته گفته گذاشته بودیم مؤمن از مسلمان فرق میکند. یعنی که من مسلمان گفته مؤمن نیست. و انشاءالله خیر است و بیایید تکنون همین آیت را خونیم چگونه آمده است. در ترجمه معنایش را من میخونم. پس پند ده ای رسول صلی الله علیه و سلم که تو پند دهنده هستی و غمگین نباش از آن کسانی که حق را قبول ندارند. در دوامش چنین آمده است تو بر آنان فرمان روا نیستی تا آنان را به ایمان آوردن مجبور کنی. یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی میگوید که تو پند دهنده هستی و غمگین نباش از آن که حق را قبول ندارند. و برای ایمان آوردن هیچ کسی را مجبور نمی کند. هدایت یافتن در دست الله سبحانه و تعالی است. اما ببینید که همین تاریخی تکرار است. سالها است که انسان ها میدونند، میگویم و میدونند و میشنوند، گوش ها میشنود اما نمیفهمد. یعنی تفکر کرده قبول کرده نمیتوانیم. حق همین است. و بیایید تماشابین عزیز اکنون ببینیم کیا و جای پیش بر آمدن و
تبریک میکنم. عمر جای سیوم هستند و جای دو نصیبی عبدو گردید مبارک باشد و جای اول نصیبی ابراهیم. من شما را تبریک میکنم، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. انشالله نصرالدین و رفاعت نیست به جایهای بالا برآمدید، شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب تماشابینان عزیز، مرحمت زیر نوار می توانید لایک مانید و به دیگران فرستید تا که دیگران نیز تماشا کنند و قسمت دوم را آغاز میکنیم انشالله. باز هفته دیگر روز شنبه چون مقرری برنامه را ما انشالله آماده خواهیم کرد. و خب من قسمت دیگری برنامه را این لحظه پیشکش شما میکنم. گیم پین علاقه آماده شد، مرحمت نوشته کنید 977 73 45. این حال من نشان میدهم شما. خب مرحمت داخل شوید. 977 73 45. خوش آمدید تماشابینان عزیز. در واقع چنانه که ما گفته گذاشتیم نوکک در قسمتی برنامه هر کس که خواست خودش ایمان می آورد و هیچ کس برای اسلام آوردن هیچ کس را مجبور نمی کند و نمی تواند مجبور کند. هدایت یافتن در دست الله سبحانه و تعالی است و از این خاطر از آن که این لحظه ها و امروز ها بعضی ها سوال میکنند که تماشابین شما خیلی کم است، ما از این غمگین نیستیم. ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از آن صحابه ها، بعد از آن تابعین، تبع تابعین، همه پند میدادند مردم را، اما کمترین ها قبول دارند، کمترین ها اسلام آوردند، کمترین ها مسلمان شدند و کمترین ها امروز مؤمن هستند و کمترین ها امروز ارکان اسلام را به جا می آورند و پورا ارکان ایمان را. یعنی این همه اندکی هستند. و چون در یک نواری گذشته ما درباره اکثریت گفتیم، اکثریت میشنوند و قبول نمی کنند، اکثریت نمیدانند، اکثریت جاهلند، اکثریت خطاکارند. از این خاطر به اکثریت چون که شیخ یک عالم گفته بود، ابن القیم گفته بود که آن همون اکثریت شما را نفریبد. از این خاطر الله کند که در راه راست باشیم و شما. خوش آمدید. 23 نفر رو من میبینم. الله شما راضی باشد تماشابینان عزیز. پدیلیت کنید نوار رو به دیگران فرستید تا که دیگران نیز تماشا کنند، دیگران نیز وارد شوند و وقتمان رو بیهوده نمیگذرانیم، وقتمان رو انشاءالله با هم شوق آور میگذرانیم، هم یک چیزی برای خودمون می آموزیم انشاءالله. و قسمت دیگری بازی خودی این لحظه آغاز می شود. بسم الله. سوال اول: اسلام چیست؟ تسلیم شدن، تسلیم به الله به واسطه امامان، شریک آوردن به الله و یا نمیدانم اسلام چیست؟ و امروز من مخصوص سوالهای آسان رو انتخاب کردم تا که توانیم با شما یک عادی آزاد صحبت داشته باشیم و به سوالهای آسان جواب گوییم. 15 نفر جوابشان درست است، بله تسلیم شدن است. این معنایش چنین است و کمترین ها جواب خطا گفتند. اکنون همین زردش تسلیم به الله به واسطه امامان آن چیز را در نظر داشته شده است که هر مشکلی داشته باشد انسان ها رفته اول به امامان یا عالمان میگوید و بعداً به
الله برده میرساند این یک گپ های خنده آور است، اما اکثریت باور به آن همین دارند. به واسطه الله سبحانه و تعالی روبروی هر یک انسان است وقتی که انسان در سر به سجده است. یگان ایمان برایش لازم نیست، یگان شخصی گذشته پرقوت برایش لازم نیست. الله هش است که حفظ میکند. امروز یک روایت برای من یک برادری نقل کرد، من تحقیق نکردم صحیحیتش، اما مهمش این که یک چیز تربیوی است. از این خاطر من این واسه اون را برای شما کوتاه نقل میکنم. یک محاربه بوده است و یک نفر دشمنی در آن محاربه نزدی برای کشتنی دشمنی داشته است با رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزدی رسول الله صلی الله علیه و سلم همه صحابگان در زیر درخت ها، در سایه درخت ها خواب بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست در زیر یک سایه درختی خواب بودند و شمشیر آنجا بود و آن دشمن می آید و شمشیر را می گیرد و می گوید که کیست که به تو کمک کند، چون دشمنی دارد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبرد است، جنگ است و این مشرک است، آمده است برای کشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم و کیست که تو را حفظ کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه میگن الله 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 است و شمشیر از دست آن مشرک میغلطد به قدرت الله سبحانه و تعالی و وقتی شمشیر را میگیرند و رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسند که تو بعد از این مسلمان میشوی، یعنی اسلام را قبول میکنی؟ دشمن میگوید نه قبول ندارم. وی مشرک بود، اسلام را قبول نکرد و جنگ بود، میتوانست به ملال همدیگر را کشد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند تو آزادی، یعنی آزاد شدی. آزاد میکنند دشمن را. و از این خاطر من بیهوده نگفتم، بیایید طولانی نکنیم. الله هست، الله هست و الله هست، بدون یگان امام و بدون یگان یاردمچی به الله. الله یاردمچی ندارد. بغیر از هر یکی ما و شما خودمون میتوانیم به واسطه به الله سبحانه و تعالی مراجعت کنیم. از این خاطر من همین وریانت رو استفاده کرده بودم. اسلام چیست؟ اسلام تسلیم شدن یکی از معنایش. و خب بیایید اکنون به سواری دیگر میگذاریم. تماشابینان عزیز، خب در جای اول امید نصرالدین عمر جابیرов شادیبک و عبدو آنهایی که در جایهای نمایان هستید. در حقیقت دینی نزد الله تعالی جای نقطه ها را پر کنید. تنها اسلام است. اسلام و نصرانی و یهودی و یا زردشتی در حقیقت دین الله، در حقیقت دینی نزد الله تعالی کدام از این وریانت ها است؟ از استفاده سوره آل عمران آیت 19. بله 25 نفر جوابی درست گفتند. همه جوابی درست گفتند به جز یک نفر شاید ندانسته رنگ خطا را زیر کردند. بله تنها اسلام است، نه نصرانی، نه یهودی، نه زردشتی. در حقیقت دینی نزد الله دینی اسلام است. بیاید من میخوانم ترجمه معنا را از سوره آل عمران آیت 19. به درستی دینی که الله آن را برای خود پسندیده است و به آن پیامبرش را فرستاده است اسلام است. بجز اسلام دیگر دین در پیشگاه الله مقبول نیست.
پس از آمدن حجت، یعنی آمدن رسولان و نازل شدن کتاب ها، اهل کتاب از یهود و نصارا میان خود از روی حسد و سرکشی با یکدیگر اختلاف کردند و هر کس که به آیات الله کافر شود بداند که الله زود شمار است، به حساب هر کس میرسد. دین در نزد الله سبحانه و تعالی تنها یگانه دین است، دین اسلام است. در جای اول نصرالدین عمر، شادیبک جابیروف، علی کمالوف و محمد امین. مبارک باشد. خب اینجا سوال دادند امیر شاه میرزایف که حرفا خیره است. همون 3 نقطه داخل شود در یوتیوب، به جای اگر 144 نوشته شده باشد همان رو به 480 یا 360 یا 720 عوض کنید، خیرگیش نیست می شود انشالله. سوال 3. نام نفری که اسلام آورده است منکر است، مسلم است، کاهن است و یا مشرک است. آن نفری که اسلام آورده است وی را ما کی میگوییم؟ منکر، مسلم، کاهن، مشرک، کدامش درست است؟ سوال های خیلی آسان گرفتم. بله، علی جوابتان درست است. انتی منافق جوابتان درست است. قرآن کریم درست گفتید. گل محمد رسول الله بله درست است، مسلم است و 22 نفر جوابهای درست گفتند. و خب میبینیم که ها به پیش برآمدند. نصرالدین، شادیبک جابیروف، عمر، محمد امین، علی کمالوف، آنهایی که در جاهای خوب هستید و 5 زینه به بالا مینا نیز برآمدند. الله امر کرده است که وی را بپرستیم. الله امر کرده است که وی را بپرستیم. نه چنین امر نکرده است، بله امر کرده است. به ما معلوم نیست چنین نیست. آیا الله تعالی امر کرده است که الله سبحانه و تعالی را بپرستیم؟ وریانت ها در پایان. جواب های شما. انتی منافق بله درست است. فردوس درست گفتید. حلیم جان محمد جانوف درست گفتید. علی درست گفتید و 22 نفر نیست در داخلی برنامه ما جواب های درست گفتید. و جواب به این سوره انبیا آیت 92 است. کوتاه من معناش را گفته میگذارم و بعد از آن به سوالی دیگر میگذاریم. گفتیم ای مردم به درستی که این دین شماست، دینی یگانه و آن اسلام است که همه پیامبران گذشته بر آن بودند و البته من پروردگار شمایم، پس مرا بپرستید. یعنی الله امر کرده است. تفسیر طبری. یعنی الله سبحانه و تعالی امر کرده است که ما و شما، آنهایی که خودمان را مؤمن میگیریم، آنهایی که مسلمان میگویند، الله سبحانه و تعالی امر کرده است که وی را بپرستیم. چگونه میپرستیم؟ البته با اجرا کردنی ارکان ایمان. و در جای اول نصرالدین هستند، عمر، محمد امین، علی کمالوف، محمد. خیلی خوب، من شما رو تبریک میکنم. به سوالی 5 میگذاریم. دین نصرانی در نزد آفریدگار یکتا قبول است؟ سوال. بله، آنها نیز خدا میگویند از بعضیش قبول است، نه قبول نیست. همه دین ها قبول است. کدامش درست است؟ آیا دین نصرانی در نزد آفریدگار یکتا قبول است؟ انتی منافق درست. فردوس ام درست. جوابتان علی جوابتان درست. خیلی خوب. و 18 نفر نیز جواب های درست گفتید. نه قبول نیست. دلیل هست به این.
سوره آل عمران آیتی 85. من کوتاه گفته میگذارم و بعد از اون باز میبینیم که با پیش برآمدن، چون 3 نفر گفتند که بله آنها نیز خدا میگویند و 5 نفر گفتند که از بعضیش قبول، اما چون این نیست، نه قبول نیست و دلیل به این بیایید آیت را میخوانیم. و هر کس که دینی را غیر از اسلام بپذیرد پس عملش مردود و قبول نیست و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. یعنی اسلام تسلیم شدن به الله و سر فرود آوردن به طاعت و پیروی کردن به محمد صلی الله علیه و سلم است. اسلام یعنی اسلام دینی است که الله برای بندگانش وی را پسندیده است، یعنی برای بندگانش دوست داشته است و خودش نیز پسندیده است، چنانکه که ما در آیتی قبلی گفته گذاشته بودیم. و این ترجمه که شما شنیدید از تفسیر سعدی گرفته شده است. و بیایید میبینیم که ها به پیش آمدند. نصرالدین، محمد امین، محمد آمینه، سلمان، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. من شما را تبریک میکنم. سوال 6. و کیست نیکوتر از سخن آن که به سوی توحید و عبادت الله یگانه دعوت میکند و میگوید من دعواگرم، البته من از مسلمانانم، البته من نیکوکارم، البته من صدقه دهنده‌ام، جای خالی را پر کنید. و کیست نیکوتر از سخن آن که به سوی توحید و عبادت الله یگانه دعوت میکند و میگوید. سوره فصلت آیت 33. 12 نفر جوابی درست گفتند. بله بله، البته من از مسلمانانم. میخونم ترجمه معنا را عیناً میخونم. و کیست نیکوتر به اعتبار سخن، یعنی در سخن گفتن، از سخن آن که به سوی توحید و عبادت الله یگانه دعوت میکند و کارهای شایسته میکند و میگوید البته که من از مسلمانانم. این یک افتخار هست تماشابینان عزیز، هم یک افتخار هست از آن که ما و شما این لحظه ها یک جا قرار داریم و به یک سمت روانه هستیم. هر کسی که این لحظه ها ما رو تماشا میکند، هر کسی که این لحظه ها زیر چت ما نوشته میکند، چون ما و شما در یک کار هستیم. و ببینید که الله سبحانه و تعالی چه گفته است؟ کیست که نیکوتر از سخن آن که به سوی توحید، یعنی یگانگی الله، شناخت الله و عبادت الله یگانه دعوت میکند. البته و میگوید و البته من از مسلمانانم. باعثی افتخار است. الله از این هم بهتر گرداند، مقامی بهتر برای هر یکی شما نصیب گرداند. چون آسان نیست که تقریبا 1 ساعت اینجا با اکمل منصورف یک جا باشید و به سوال ها جواب گوید. این کاری آسان نیست، چون وقتی برای کارهای دنیایی صرف میکرده خیلی غنیمت است. در نظر دارم وقتهای با کارهای دنیایی، چون هر یکی ما و شما کوشش های زیاد میکنیم که پول کار کنیم. چی فایده دارد این گفته هایی که این لحظه ها میشنوید؟ اکثریت چنین میگویند تماشابین عزیز، اکثریت، اما همه نه. و الله سبحانه و تعالی کند که از این هم ما و شما قوی تر باشیم و با چنان که الله سبحانه و تعالی فرموده است گفته توانیم البته من از مسلمانانم و توانیم که به همدیگر حد اقل با
اگر توانید یک حرف عربی رو، یک حرف رو اگر از قرآن کریم برای یک نفر آموزه، چقدر اجر برای شما است انشاءالله. هر چی که از دست شما می آید، یعنی که هر کس در کار استعداد دارد، آن همون استعداد خودش را در راه آن آفریدگاری که وی را آفریده است استفاده کند. گفتنی ها زیاد است، اما بیایید وقت را غنیمت می شماریم و میگذاریم به سوال دیگر انشاءالله. نصرالدین پایان فرمودند: محمد امین، محمد، آمینه، رفعت و نصرالدین، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. سوال آخر: و آنان که و کارهای شایسته کردند اهل بهشتند، الله پاک است. و آنان که تنها نیکی کردند و آنان که ایمان آوردند و آنان که هیچ کس را خفه نکردند و آنان که حتی جانوری را نکشتند، یتیم را صله کردند. کدامش درست است؟ از سوره بقره آمده است، آیه 82. و آنان که چیکار کردند و کارهای شایسته کردند اهل بهشتند. اینجا پای شما ماشاءالله 16 نفر جواب‌های درست گفتند. خب خیلی خوب. قیوم عظیموف جوابتان درست، انتی منافق جوابتان درست، فردوس بله جوابتان درست. 16 نفر در داخل برنامه ما نیز جواب‌های درست گفتید. خیلی خوب. من عیناً ترجمه معنا رو میخونم تماشابینان عزیز. و حکم الله در مقابل چنین کسان هم جاری است، یعنی آنان که ایمان آوردند و طبق شریعتی که الله بر رسولش فرستاده است کارهای شایسته کردند و آنها از اهل بهشتند و در آن جاودانه‌اند. این از تفسیر سعدی بود. و در ترجمه معنا چنین آمده است: و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند اهل بهشتند و در آن جاودانه‌اند. الله پاک است. چون که میگویند آرزو کنیم تماشابینان عزیز، آرزو کنیم و از الله سبحانه و تعالی طلب دعا کنیم بهشتی فردوس را الله نصیب گرداند برای هر یک شما. همین. و خب 16 نفر اکثریت جواب‌های درست گفتند. بیایید اکنون می‌بینیم که ها به پیش برآمدند. آمینه در جای سیوم مبارک باشد. جای 2 نصیب محمد کردید و جای اول نصیب محمد امین مبارک باشد. رفعت و نصرالدین نیست در جاهای نمایان بودید. من شما را، هر یکی شما را صمیمانه تبریک میکنم. ماشاءالله خیلی خوب. و رقابتی خوب بود تماشابینان عزیز و برنامه نیز خیلی جالب بود. برای هر یکی شما تشکر میگویم که توانستید وقتی خودتون را در اشتراک کردن در برنامه مصرف کنید. و انشاءالله باز روزی شنبه هفته آینده ما تصمیم میگیریم و برنامه را آماده میکنیم و پیشکشی شما خواهیم کرد انشاءالله. تا بخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشید. اطرافیانتون را حفظ کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. سوره جین در مکان
باره جین در مکه نازل شده است و از 28 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای پیامبر، الله تعالی به من وحی کرده است که گروه از جین همانا گوش فرا دادند هنگامی که من تلاوت قرآن می کردم. پس چونین شنیدند. به قومشان گفتند همانا شنیدیم قرآن را، خیلی خوش است در بلاغتش، فصاحتش و در احکام و اخبارش. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دعوت می کند به سوی حق و هدایت. پس ما به این قرآن ایمان آوردیم و هرگز کسی را در عبادت شریک پروردگارمان نمی سازیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و البته عظمت پروردگار ما عالی است، نه همسر گیرد و نه فرزند دارد. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. و بخیرد ما ابلیس درباره الله تعالی سخنان دور از حق می گفت، یعنی گویا که الله شریک و فرزند دارد. تفسیر بغوی. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. و ما هر آینه می پنداشتیم آدم و جین درباره الله تعالی هرگز دروغ نمی گویند، یعنی به الله تعالی شریک و فرزند قرار نمی دهند. تفسیر بغوی. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و نیز مردانی بودند از آدمیان که با مردانی از جین پناه می بردند. پس زیاده کردند مردان جین بر انس‌های پناهجوی ترس و هراس بیشتر را، یعنی این آن پناهبری است که عهد جاهلیت این گونه پناه می بردند و این نوع شرک اکبر است که الله آن را نمی بخشد مگر بعد توبه نصوح. در این آیت هشداری سخت است برای کسانی که به نزد جادوگران و فالبینان می روند. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. و همچنان که شما ای گروه جینها می پنداشتید، انس‌های کافر هم می پنداشتند که الله تعالی هرگز هیچ کس را دوباره بعد از مرگ زنده نمی گرداند. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. و ما گروهی جینها طلب کردیم به آسمان رسیدن را تا بشنویم سخنهای اهل آسمان را. پس آن را پر از فرشتگان نگهبان و قدرتمند یافتیم، با ستارگان انداخته می شود و آن کسی را که به آسمان نزدیک شود. تفسیر طبری. و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و ما هر آینه می نشستیم پیش از این به جایهای از آسمان تا بشنویم اخبارش را. پس هر کی اکنون برای گوش کردن نشیند، شهاب را یعنی آتش پاره را در کمین خود یابد که او را سوزانده هلاک می کند.
این دو آیت باطل می سازد دوای جادوگران و فالبینان را که می گویند آنها علم غیب را می دانند و بیخیردان را با این دعوای دروغینشان گمراه می سازند. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. و ما گروه جنها نمی دانیم که آیا برای کسانی که برای زمین هستند بدی مقدر می شود یا پروردگارشان می خواهد برای راستشان ببرد. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. و بعضی از ما نیکوکار و صالحند و بعضی از ما غیر این کافر و فاسقند و گروه های گوناگونیم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. و ما یقین دانستیم که الله بر ما قادر است و ما در زیر قبضه و فرمانروایی او می باشیم. پس اگر کاری را به ما خواهد از او گریختن نتوانیم و هرگز نتوانیم سوی آسمان گریختن از عذابش اگر بدی را به ما خواهد. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. و چون قرآن را شنیدیم با آن ایمان آوردیم و اقرار کردیم که قرآن از نزد الله است، پس هر کی به پروردگارشان ایمان آورد پس نه از نقصان حسناتش می ترسد و نه از ستم، یعنی مبادا که در بدیهایش اضافه نشود. تفسیر طبری. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. و هر آینه بعضی از ما جنها مسلمانانند و بعضی از حق دور، پس آنهایی که اسلام آوردند پس آنها قصد کردند راه راست را، یعنی سرفرود آوردند به طاعت برای الله تعالی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. و اما آنهایی که از راه اسلام دورند پس آنها حزم جهنمند. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. و اگر آدمان کافر و جنهای کافر به راه اسلام می رفتند هر آینه برای آنها آب بسیاری را فرود می آوردیم و رزقشان را در دنیا فراخ می کردیم. لنفتنهم فیه ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. تا آنها را بیازماییم چگونه نعمتهای الله را شکر می کنند و هر کی از طاعت پروردگارشان و گوش کردن قرآن و عمل کردن به آن روی گرداند او را به عذاب سخت در اندازند. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. و هر آینه مسجدها برای عبادت الله یگانه هستند، پس عبادت نکنید در آنجا غیرش را. همانا مسجدها فقط برای عبادت الله یگانه ساخته شدند، یعنی واجب است پاک نگاه داشتن مسجدها از هر گونه چیزهایی که در اخلاص برای الله و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم خلل می رسانند.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و چون بنده الله محمد صلی الله علیه و سلم برای پرستش پروردگارش برخاست، نزدیک بود که جنها او را بالای هم گرد کنند تا بشنوند از او قرآن را. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. بگو ای پیامبر به آن کافران، تنها پروردگارم را یگانه پرستش می کنم و هیچ کس را در عبادت شریک او نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو ای پیامبر به آنها، البته من نمیتوانم بر شما زیانی برسانم یا برای شما فایده بیاورم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کس مرا از عذاب الله نجات ندهد اگر نافرمانی او کنم و من جز او هرگز پناهگاه نمیابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولی آنچه می توانم رسانیدن پیام او تعالی و انجام دادن رسالت های او می باشد و هر کی الله و پیامبرش را نافرمانی کند پس نصیب او هروین آتش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا آنگاه که آنچه را به مشرکان وعده داده بودند یعنی عذاب را بینگرند، پس خواهند دانست چه کسانی را یارانی ناتوانتر و شماری کمتر بوده است. قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. ای پیامبر به مشرکان بگو من نمیدانم که آیا آن وعده عذابی که به شما دادند نزدیک است یا پروردگار من برای آن زمان نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. او تعالی دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس از خلقش آشکار نمی سازد، یعنی می داند آن چیزهایی را که از چشمان غایب است. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر بر آن پیامبری که او را برای رسالتش اختیار کرده است و از او خوشنود باشد، پس او را به بعضی از علم غیبش خبردار می کند و برای نگهبانی او یعنی از جین از پیش روی و پشت سرش نگهبانی یعنی فرشته قرار می دهد مبادا خبر غیب را ندزدند و به گوش کاهنان نرسانند. تفسیر بغوی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصا كل شيء عددا. تا بداند پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبرانی پیش از او نیز هم پیام‌های پروردگارشان را حق و راست رسانیدند و او هم حفظ کرده شده است از جین همچنان که پیامبران پیشینه حفظ کرده شده بودند و الله تعالی به آنچه در نزد آنهاست از علم‌های آشکارا و پنهانی
امرها و حکمها احاطه دارد. چیزی از او فوت نشود و او تعالی همه چیز را به عدد شمار کرده است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. اگر ما و یا ترجمان کجای به خطا راه داده باشد، از الله طلب دعا میکنیم که ما را بیامرزد. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.